اون کمپ آقا از نقد پهلوی که رژیم دموکراتیک تر نمیشه که. به دموکراتیک شدن رژیم کمک نمیکنید که، به باقی ماندنش دارید کمک میکنید. آقا باور نکردنیه، این داره چیو به چی وصل میکنه. آقا واقعا این دیگه رسیده به هر ثانیه ما باید وایسیم هرمون بکشیم. آقا جدی این چی داره میگی؟ یه بار دیگه گوش کنی. رژیمی که از نقد اون کمپ آقا از نقد پهلوی که رژیم دموکراتیک تر نمیشه که. چی میگی؟ ما پهلوی رو نقد میکنیم که رژیم دموکرات. این چی میگی واقعا؟ این چی رو به چی میشسبونه؟ ما از نقد توده‌ای ها مگه رژیم دموکرات‌تر میشه؟ آقای معنی داره اصلا؟ ما از نقد اسرائیلی ها که رژیم دموکرات‌تر نمیشه. آقا این مزخرف نیست به نظر شما؟ وقتی ما میگیم مهمل دقیقا داریم از این صحبت میکنیم. این چی رو به مهمل گویی افتاده؟ الان این چه ربطی به موضوع داشت؟ باور نکردنی. من فکر میکنم اشتباه میشتم. یه بار دیگه. مفیده، خیلی مهمه. چی مهمه؟ رژیمی که از نقد اون کمپ آقا از نقد پهلوی که رژیم دموکراتیک تر نمیشه که. خب چی گفته شده میشه؟ به دموکراتیک شدن رژیم کمک نمیکنید که. خب ما گفتیم کمک میکنه. چی میگی؟ چه بدبختی داریم ما. 1000 توت درست میکنه برای خودش، توش میدوله، بعد فکر میکنه خیلی حرف قشنگی هم زده. اینایی که تو گفتی کی گفته انجام میدن؟ کی گفته؟ مثلا آقا اصلا واقعا از پاسخ آدم میمانه. انقدر این مهمل عجیب و غریب بود. رهاش کنیم واقعا. چی بدبختی با این داریم ما. اینو چی کار کنیم حالا؟ دانش دارید کمک میکنید. رژیم از نقدی خوشحال میشه که اپوزیسیون رو تضعیف بکنه. همین تموم شد. بگو تموم شد. این دکتر سپهر خله بگو تموم شد. هم بگم به تو چقدر خوبی، تموم شد. یه مهملی رو بگی بعد بگو تموم شد. الان چه احساس فیلسوفی هم گرفته مثل دلنگ. بعد میگه چرا به من میخندید؟ آقا این دیگه حرف نقد داره. خب آقا اینو باید بهش خندید آخه. من با این چیکار کنم الان من چیه اینو نقد کنم؟ از این مهمل عجیب و غریب‌تر دیده بودی تو این چند وقته؟ آقا این چی بود این گفت؟ که رژیم دموکراتیک تر نمیشه که. به دموکراتیک شدن رژیم کمک نمیکنید که، به باقی ماندنش دارید کمک میکنید. رژیم از نقدی خوشحال میشه که اپوزیسیون رو تضعیف بکنه. که مخالفین تو اپوزیسیون به جون هم بندازه. عجب آقا این ایران رو باید به رضا پهلوی بگیری که همه رو به جون هم انداخته. آقا سال 401 آخه ببینید یه چیزی هست که جلوی چشمامونه دیگه. سال 401 کی کار داشت؟ کی سلطنت طلبه؟ کی جمهوری خواهه؟ کی مجاهده؟ کسی کاری نداشت. همه مردم چه در خارج چه در داخل به هر شکلی صداشون بلند بود و فریاد علیه جمهوری اسلامی. الان دیگه اینطوری نیست برادر من. الان گندی که رضا پهلوی زده رو انگار میخوای بکنی زیر فرش. خب نمیشه. آقا گند زده، پرچم اسرائیل بلند. مردم چه در خارج چه در داخل به هر شکلی صداشون بلند بود و فریاد علیه جمهوری اسلامی. الان دیگه اینطوری نیست برادر من. الان گندی که رضا پهلوی زده رو انگار میخوای بکنی زیر فرش. خب نمیشه. آقا گند زده، پرچم اسرائیل بلند کردن. کوری؟ اینا که نمیبینی تو که. یارو بمب دارن میزنن تو سر مردم ایران. اونور
کانشو میجنبونه. میگیم چرا؟ میگه سردار داره میمیره. میگم آقا مردم دارن اونجا ضربه میخورن. یه سریشون انقدر پرروانی خارج نشینا که میگن اب نداره، خب بالاخره مبارزه تاوانم داره دیگه. آقا پس تاوانش فقط بچهای ایران باید بدن؟ این چه وضعیه؟ رفیقای همین آقا نا همه خفه خون مرگ بگیریم که رفیق ایشون شاشه، خودش گفته میخواد شاشه. عجب بدبختی داریم با اینا. باز حرف من اینه، من میگم اگر اگه حرف من رو رسانه های رژیم مصرف میکنن، رژیمی که هدفش تضعیف اپوزیسیون ضد رژیمه، هدف رژیم اینه که اپوزیسیون رو تضعیف کنه دیگه. آقا من نمیدونم شازده رضایی تو که انقدر دوستش داری هدفش این بودی یا نه، ولی این کار کرده. الان اون تضعیف کرد اپوزیسیون رو، اون ترکوند تمام دستاوردهای اپوزیسیون رو ترکوند. بیشترم اپوزیسیون رو داخل، چون اونا خون دادن مردم. اینا نقد داری، این نقد رو بکن، به شازده بگو چرا باعثش شده. شاید هم نشنیده صدای شازده که میگه من رفتم اسرائیل درباره جنگ با اونا صحبت کردیم، راهشو باز کردیم و راه جنگو. شاید نشنیده بیچاره. نشنیدی نه فیلسوف دین و اخلاق. رژیم نیست که اپوزیسیون رو قوی کنه، که این که دیگه عقل 2 تا 4 تاست. رژیم که به اپوزیسیون خودش قوی نمیکنه، که میگه آقا من تصمیم گرفتم قطع بودم. میگم همه رو هم نادان میدونه، فقط خودشو پای میکروفونش عاقلن. هر کی به پهلوی این حرفی که حالا یه بخشو من زدم، بخشم کی عزیز زد و خودت هم داری میگی، یه دونه لینک من تو چیز اپوزیسیون ضد رژیمه، هدف رژیم اینه که اپوزیسیون رو تضعیف کنه دیگه. هدف رژیم نیست که اپوزیسیون رو قوی کنه، که این که دیگه عقل 2 تا 4 تاست. رژیم که به اپوزیسیون خودش قوی نمیکنه، که میگه آقا تضعیفش کنیم، ببینیم چطور کنیم، بیابروش کنیم، تضعیفش کنیم، که فاصله خیلی ساده است. 2 تا 4 تا. رژیمی که میخواد اپوزیسیون رو تضعیف بکنه، خب چیزهایی رو هم بازنشر میده، حرفایی رو هم میزنه، به کسانی تربیت میده که باعث تضعیف اپوزیسیون بشن دیگه. خب که خیلی واضحه. اگر اینو نمیفهمید دوستان، یعنی عقل ندارید، متاسفم. دوستان باور کنید من اصلا نمیتونم دیگه دربارش حرف بزنم، یعنی انقدر بدیهیه آدم نمیدونه واقعا چی بگم. به قول جواد از پاسخ میمونی دوستان، یعنی واقعا دیگه لازم نیست بیشتر توضیح بدیم، خودت داری میشنوی مطمئنا دارم که خوب باشن. ببین من خیلی تلاش میکنم که اینو هی تکرار بکنم از این به بعد، که ما اینجا در مورد چیزی حرف میزنیم، در مورد استدلالا حرف میزنیم، نه در مورد شخصیت گوینده. یعنی اون تفکرش، اون ایدهش رو داریم دربارش حرف میزنیم، نه در مورد شخصیتش. اینو دوست دارم اینقدر تکرار کنم که این جا بیفته، چون من فکر می‌کنم این یه مرزیه که با تکرار باید تلاش کنیم اینو از هم جدا کنیم. تفکر آدما از شخصیتشون جداست. البته که گاهی هم میشه درباره شخصیت آدما حرف زد، اینم محفوظه، ولی خب اکثرا شما وقتی نقد می‌کنی داری تفکرشون هم. ولی الان فرمایشاتی که ایشون داشتن، میخوام یه لحظه این مرزه رو برش دارم و بگم چقدر شبیه جناب آبتین اشکانی شدن. یعنی این سیر استدلالی و یهود مخالف میشه احمق و عقل نداره، عین جناب آبتین اشکانی هست. واقعا سپاسگزاریم ازش. این خیلی ساده است. مسئولیت سیاسی یعنی شما ببینید چی میگید، گفتارتون باید مهم باشه. من باید مواظب باشم نقدی که میکنم تبدیل به خوراک تبلیغاتی برای دشمن اول نشه. اگه شما دارید خوراک تبلیغاتی بهش میدید، خب دارید بهش کمک میکنید، در جبهش هستید، حالا خواسته یا نخواسته. حالا نکته که بابک گفت چرا بعضی از چپ ها در عمل به این اسلامگراها نزدیک شدن، متاسفانه شدن. ببینید همه چپ ها جالب اینجاست، این دوست ما از چپ ها دفاع میکنه با این حال روزش، خودش رو چپ میدونه.
آدم ببین، من واقعا بیشرف میگم، واقعا من واژه بیشرف یه واژه‌ایه که نباید به هر صورتی، حالا به هر شکلی به کارش برد و باید خب خیلی طرف اون شرف رو له کرده باشه دیگه. من واقعا به وریا بیشرف اطلاق نمی‌کنم، اما یک دروغگوی کثیفه، به شدت دروغ داره میگه. دروغاش هم بارها و بارها نشون دادیم. اومد در مسیر حقیقت رو جار زد و از اخلاق گفت، از اینکه حقیقت رو نمیفروشه حتی اگر جام شوکران بهش بدن، بارها گفت. و اینا باعث میشه این موجود پریدی بشه دیگه، به این شکل فقط برای اینکه به دیگران نشون بده من چقدر آدم خوبی هستم و به خاطر حقیقت از زندگی خودم هم میگذرم، به همین راحتی دروغ میگه و کثافت میزنه به تمام اون ادعاهایی که قبلا میکرد و به هر حال به نوعی قابل احترام بود اگر انجامشو میداد اون موقع از اون حدود عبور نمیکرد، ولی امروزه اصلا انگار براش مهم نیست و به راحتی. خیلی عجیبه واقعا. ویشتاس خوش اومدی. مخلصم. کاوه نازنین، علی عزیز، بقیه بچه ها. یه خودفروش تبلیغاتچی بی سواده در زمینه هایی که الان داره واردش میشه. هر کسی در هر زمینه ای که بلد نیست اگه شروع کنه حرف زدن، بی سوادیه که داره آبروی خودشو میبره. اگه سعی کنه این بیسوادی خودش رو عرضه کنه، بفروشه، پول در بیاره، اصرار کنه، دعوا کنه، خودفروشه. شخصیتی که الان آقای امیری داره در حوزه علوم سیاسی از خودش نشون میده یه خودفروش بیسواد. ببین این داستان دولت‌های توتالیتر و دولت فاشیستی و تعاریفی که این نمیدونه و داره اصرار میکنه برمیگرده به همین نکته‌ای که این جمله آخری که گفت از دهنش پرید. وقتی که داره میگه دشمن اصلی جمهوری اسلامی است، پس بقیه رو ضعیف نکنید. خب نمیفهمه دشمن اصلی جمهوری اسلامی نیست، دشمن اصلی استبداده. این نمیفهمه این رو. چرا؟ چون در شرایط استبدادی تجربه زندگی و زیستن نداره. داره توی یک حکومت با نسبت بسیار بالای دموکراتیک زندگی میکنه و الان دل مشغولیش بحث استبداد و دموکراسی نیست. نمیفهمه این موضوع رو. در کشوری که دموکراتیک نیست، در تاریخش از دموکراسی بی بهره بوده، 3000 سال به انواع مختلف استبداد را حکومت کردن روش و تحت کنترل استبداد بوده، مشکل اصلی استبداده. اینی که در چه دوره کوچولوی تاریخی چه نوعی از استبداد اون رو داره عرضه میکنه مشکل دومه، برخلاف چیزی که این پسرک فکر میکنه. کما اینکه در سال 57 مشکل اصلی حکومت پهلوی نبود، اون موقع هم مشکل اصلی استبداد بود. این رو اون موقع مردم نفهمیدن، فکر کردن مشکل اصلی سرنگونی حکومت سلطنتیه، از چاله در اومدیم افتادیم تو چاه. نسخه ای که این داره میپیچه اینه که نه، انگار الان مشکل اصلی فقط رفتن جمهوری اسلامیه. با بقول اون یکی عموچه، هر فلانی به جاش بیاد برای من فرقی نمیکنه. خب برای شماها فرقی نمیکنه چون اینجا زندگی نمیکنین. معلومه که برای شما فرقی نمیکنه. الان هم این که چه بلایی سر ما داره میاد برای شما فرقی نمیکنه. خیلی ممنون از اینقدر صداقت آمیخته با حماقتتون. مشکل اصلی تبدیل شدن ایران از نظام استبدادی و قرار گرفتنش در مسیر دموکراتیک شدن. حکومت دموکراتیک یه شبه ایجاد نمیشه، یه مسیر. این مسیر 1000 بار این رو همه توضیح دادیم، ولی خب حالا تکرارش هم طبعا مهمه. این مسیر در ایجاد یک ملت سیاسی آغاز میشه. وقتی که یک ملت قومی فرهنگی تبدیل به یک ملت سیاسی بشه،
ملت سیاسی میتونه دولت مدرن تشکیل بده و یک دولت مدرن شاید به دموکراسی برسد، شاید هم نرسد، ولی یه ملت قومی فرهنگی، یعنی شرایطی که ما توشیم، اصلا نمیتونه دولت مدرن تشکیل بده و اصلا نمیتونه به سمت دموکراسی بره. پیش نیاز دموکراسی رو به دست آوردن ملت سیاسی و تشکیل دولت مدرن. این اتفاقی که از قرن 19 و 20 در اروپا شروع شد، ملت‌های سیاسی شکل گرفتن، دولت‌های مدرن به وجود اومدن. این دولت‌های مدرن در مسیرشون به سمت جلو با یک مشکل بسیار بزرگی روبرو شدن. این مشکل در برابر دولت مدرن عبارت بود از دولت‌ها و رژیم‌های توتالیتر و انواعش. طبق تعریف توتالیتاریسم یعنی نفی مدرنیته سیاسی. هر چیزی که مدرنیته سیاسی میخواد دولت توتالیتر نمیخواد. جدایی بین دولت و جامعه مدنی رو رد میکنه، تفاوت بین قلمرو خصوصی و عمومی رو رد میکنه. بنابراین شهروند بودن و فرد بودن رو قبول نمیکنه. توتالیتاریسم تلاش میکنه تا همه رو یکسان بکنه، فاصله بین دولت و فرد رو از بین ببره. این ویژگی های دولت پیش از مدرنه. الان ما تو این وضعیتیم. الان تبلیغی که حکومت میکنه اینه، وقتی که میخواد همه رو یک شکل کنه، همه یک جور بشن، اولویت به جای فرد سمت دولت و حکومت باشه. یکی از نمونه هایی که با جاذبه خیلی زیاد حالا در ایتالیا زاده شد و رشد کرد، اون نمونه فاشیسمی بود که بهترین نمونه رد مدرنیته سیاسی بود. فاشیسم اومد برتری مطلق دولت رو اعلام کرد. فاشیسم به عبارت ساده یه جور دولت سالاریه. فاشیسم حکومتیه که آزادی ها رو بیهوده میدونه، دولت رو داور میدونه. یه مقدار زیادی از جذابیتش هم در ساده بودن مفهوم فاشیسمه. فاشیسم به سادگی هر چه تمامتر میاد همه رو تقسیم میکنه به ما و اونها. این ساده ترین بیان برای کسیه که مغزش از درک هر تعبیر سیاسی و اجتماعی عاجزه، ولی این رو میفهمه که ما بهتریم، اونا بدترن، ما خوبیم، اونا بدن، خودی داریم و دشمن داریم. این ساده ترین تعبیر فاشیسم و محبوب ترین روش گسترششه. بعضی تمایزهای دیگر رو هم انواع مختلف فاشیست ها به این سالادی که درست کردن اضافه کردن. یکی اومد ملیگرایی رو به این اضافه کرد. یه گونه دیگه اومد در اسپانیا مذهب رو اضافه کرد. یه گونه دیگری در مثلا پرتغال اومد سالازاریسم، اومد نمونه های دیگری رو اضافه کرد. یه برداشت دیگری رو درست کرد که روی ارتش و کلیسا متمرکز نبود. این اومد روی مثلا داستان ملت جاویدان یه قصه ای رو سالازار تو پرتغال ساخت. چه موسولینی، چه ناسیونال سوسیالیسم هیتلری، چه فرانکیسم در اسپانیا، چه سالازار در پرتغال، اینها نمونه های دولت های فاشیستی هستند. اینها اومدن به عنوان اینکه آقا ما یک گونه تهاجمی از ملیگرایی هستیم، به حقوق بقیه بی‌اعتناییم و توانایی مجبور کردن بقیه رو هم داریم. هدفمون هم عظمت ملی
یا برتری نژادی یا برتری دینی یا هر برتری که به این آش اضافه میکنیم. این مهمترین رقیب در برابر ملت سیاسی و حرکت به سوی دموکراسی در قرن 20 بود. بعد بهش ترکیباتی مثل کمونیسم و بنیادگرایی اسلامی اضافه شدن که به قول نولته برمیگرده میگه این ستا، یعنی فاشیسم، کمونیسم و بنیادگرایی اسلامی، سه تنها دونه ایده هاییه که در مقابله با دموکراسی تا حالا عرضه شده، در مقابله با لیبرالیسم تا حالا عرضه شده. و اگر ما مشکل اصلیمون استبداده که هست، این فیلسوف بنده تنبانی نمیفهمه این رو، مشکل اصلی ما وجود استبداده. برای نجات پیدا کردن از این مشکل باید مبانی تقویت کننده استبداد رو بشناسیم و انکار کنیم، اونا رو باید بریزیم کنار. از طرف دیگه عوامل تقویت کننده دموکراسی رو باید بشناسیم و ایجادش کنیم. این کاریه که باید بکنیم. هر مبلغی، هر فروشنده‌ای که داره سعی میکنه استبداد رو به گونه‌ای بزک کنه و بفروشه باید رسوا بشه و کوفته بشه. اون عرضه کننده‌ای که مبانی فکری دموکراسی رو داره عرضه میکنه باید تبلیغ بشه و اون صحبتش گسترش پیدا کنه و نشر پیدا کنه تا همه بشنون اون پیام رو. مشکل اینه، همون نقدی که به جمهوری اسلامی وارده، همون نقد به یک نظام کمونیسم اسلامی وارده، همون نقد به یک نظام حکومتی نظامی وارده، همون نقد به یک سیستم تک حزبی توتالیتر وارده، همون نقد به یک سیستم سلطنتی وارده. هیچ تفاوت ماهوی اینا با هم دیگه ندارن، اینها گونه های مختلف استبدادن. این مشکل این مملکته. مشکل اول اینه، این بابا در خوشبینانه ترین حالت اینا رو نمیدونه، در خوشبینانه ترین حالت. بنابراین اگر فرض کنیم در اعلام خودش به این که این شکل حکومت فعلی مشکل اصلی ایرانه، اگر اینا برن هر کی بیاد خوب مشکل حل شده، این خوشبینانه ترین برداشت از حرفای اینه. اگه اینطوری باشه این یه بیسواد بدبخته، در بهترین حالتش یه بیسواد بدبخته. و وای به اون روزی که فرض کنیم اینها رو داره با نیت دیگری بیان میکنه. اون موقع اگر نیتش این باشه که استبداد رو رنگ کنه و به مردم بفروشه، بدونه داره چی کار میکنه و استبداد سلطنتی رو داره به جای روش دموکراسی غالب میکنه، اون موقع بسیار صفتهای تندتر و زننده تری بهش تعلق میگیره که میگم من الان خیلی خوشبینانه راجبش فکر میکنم و امیدوارم فقط یه بیسواد بدبخت باشه که در موضوعی که هیچی راجبش نمیدونه داره حرف میزنه. خلاصه همه حرفایی که من دارم میزنم دو جمله است: راه نجات این مملکت گذر از جامعه قومی فرهنگی و تبدیل شدن به یک ملت سیاسی. این با درک ارزش‌های دموکراتیک حاصل میشه و نفی هر چیزی که به تقویت استبداد کمک میکنه. این راه حرکت این جامعه است. دو تا رفرنس هم من معرفی میکنم. یکیش به نظر من اصلا اوجب واجباته. آقا به ولای غزن، به هر چی که معتقدین، مدرنیته سیاسی نوشته موریس باربیه رو بخونید. اگر کسی میخواد بفهمه که استبداد و دموکراسی و ملت سیاسی و چگونگی در مسیر دموکراسی قرار گرفتن چجوریه،
کتاب مدرنیته سیاسی نوشته موریس باربیه رو بخونید، مال سال 2000، تو ایران هم نشر آگه منتشرش کرده با ترجمه آقای عبدالوهاب احمدی. دومی هم اگر میخواید این سبک ها و اسم ها رو از منبع معتبر به جای بیسوادها بشنوین، کتاب ایدئولوژی های سیاسی اکلشال رو بخونید. این رفرنس دنیاست. رابرت اکلشال و مدرسان و گروهی از مدرسان یه مجموعه ای رو نوشتن به نام کتاب ایدئولوژی های سیاسی. این مال سال 2003، Political Ideologies. این کتابه که این هم ترجمه شده، این هم انتشارات آسیم ترجمه کرده. ایدئولوژی های سیاسی رابرت اکلشال هر مفهوم اسمی رو که امروز دارید میشنوید رو توضیح داده، معرفی کرده، تعریف کرده، مثال زده، مقایسه کرده. اصلا یه هندبوکه برای اینکه وقتی یکی میگه فلانیسم کسی بره رجوع کنه ببینه این چی داره میگه، به سلیقه شخصی گوش نکنید، تعریفشو برید بخونید. مدرنیته سیاسی باربی هم اصلا اون میگم واجبه به نظرم که هر 6-7 ماه یه بار یه دور بخونیدش. این دوتا کتاب کمک میکنه که حداقل در دام فروشنده های بی سواد نیفتیم. حالا کلاهبرداران خائن یه کتگوری دیگه است، من این طفلی رو فعلا تو اون نمیذارم. من فرضم اینه که این نمیفهمه، دوست داره حرف بزنه، دوست داره یوتیوبش بفروشه، هر ایده ای که داره. میگم یه فروشنده بی سواده دیگه، یه خودفروش بی سواد. ولی برای اینکه بفهمین این چی داره میگه، کجاها رو مزخرف داره میگه، درستش چیه، این دوتا کتاب کافیه برای این داستان. مدرنیته سیاسی موریس باربیه و ایدئولوژی های سیاسی رابرت اکلشال. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقا ما خلاص نیستن. چپ های آزادی خواه داریم، سکولار، ضد توتالیتر، نمیدونم انسانگری، اینا وجود دارن. بنده همیشه جز اونها بودم. حالا الان از کلمه چپ و راست استفاده نمی‌کنم، خوشم نمیاد انقدر دیگه بی‌آبرو شدن این دو طرف. چپ بودم، میگه چپ بودم. چند بار صداتو تو چند تا اتاق پخش کنیم که تو پادشاهی خواه هستی؟ نکنه این کارو برادر من. تو 2 سال پیشم بودی، 3 سال پیشم بودی، 4 سال. ولی آرمان های چپ هنوز برای من محترمه. از روزا لوکسامبورگ بگیرید تا هانا آرنت، از کامو بگیرید تا اورول، اینا یک از چپ ضد استبدادی بودن. خب بخش عجب داستانی، عجب داستانی. از چپ معاصر البته، مخصوصا این چپی که گرفتار نوعی آیدنتیتی پالیتیکس شده، همین مدل هویتی، در برابر اسلامگرایی کور شده، در برابر ارتجاع اسلامی کور شده. یعنی چی؟ یعنی در این نگاه این سیاست به جای آزادی و حقوق جهان شمول انسان در حقیقت اومده تقسیم کرده حقوق جهان شمول رو که چپ ازش حرف میزنه، اومده تقسیم کرده گروه ها رو به فرودست و فرادست. چون یه بخشی از چپ و تو جمهوری داخل کشورم تا میتونی پهلوی رو بزنی، اون کنارش دیگه 2 تا دیگه مثلا به جمهوری اسلامی هم بزن. جمهوری اسلامی اصلا کاری نداره. مگه آقای زیدآبادی نیست؟ بهش سیم کارت سفید داده بودن. ببین جوری داره مخالفای رضا پهلوی رو این شکلی واژگون نشون میده. یه این وسط 2 تا هم به جمهوری اسلامی میزنن، کاریش نداره دیگه. جمهوری اسلامی همین که تو پادشاهی بزنی اوکیه. الان من تو خارج از کشورم، جمهوری اسلامی چیکارم میتونه بکنه؟ ما یه جمهوری اسلامی رد شدیم، نقدی نداریم بهش، بره. تو میخوای بیای وایسادیم جلوت، میگیم آقا تو که میخوای بیای حالت چطوره؟ بیا از دفترچت بگو، بیا از همراهانت بگو، بیا از اونجایی که بهت میگن آقا جاویدشان بذار جاویدشان نگن اینا، مشاور خودت داره میگه، میگی نه جاویدشان رو حذف نکنید. بیا از اینا بگو آقای نقاد.
بذار سیم کارت سفید بر خودش بشینه بزن. خیلی هم عالی، دستش هم ماچ میکنه. کاوه جان مگه شمس ببخشید الواعظی نبود؟ کار سفید و یه مش آویزون و کلا میدونی که تمام مخالفای پادشاهی خواه اینجوری هم ریشتاس، میدونی مخالف پهلوی کلا اینطوریه، این شکلی هم. حالا این یا چپ محور مقاومتیه یا سیمکار سفیده. از دهن این گنده تره. کسی که توی این شرایط نیست، کسی که تا به حال نمیتونه تصور کنه یک روز قطع شدن اینترنتش چه معنی میده، بیجا میکنه راجع به این نظر میده. یعنی این دهن گشاد رو باید گل گرفت. این که اصلا نکته اول، که اصلا این داستان که کسی در ایران برای زندگیش چی کار داره میکنه به تو یکی که ربطی نداره واقعا، نکبت. این که اول از همه. ولی بحث دوم، چرا بعد از انقلاب 57 دوچار همچین وضعیتی شدیم ما؟ چرا انقلاب ایران این شد سرنوشتش؟ چون در همون موقع کسانی که با استبداد مستقر مخالف بودن تقلیل دادن اون مخالفت رو به مبارزه با پادشاهی و جلوی هر فکر و صحبت و گفتگویی رو درباره اینکه خب بعدش چه غلطی میخواید بکنید رو گرفتن. هر کس مطرح کرد که آقا خب این رفت بعد چی کار میکنید، گفتن نه اول بذار سرنگون بشه بعدن یه فکری میکنیم. همون خیانت و حماقت رو این داره تکرار میکنه و غرغره میکنه، اینو بقیه همپالکیاش. برای چی؟ برای اینکه الان اگر کسی بحث کنه که خب اینی که میخواد بیاد جای این رژیم استبدادی چیه، خب اگر راجع به این کسی بحث کنه و صحبت کنه و بررسی کنه که شرف نداشتتون دوباره به باد میره بیشتر از این. برای اینه که میترسن و برای اینه که دیگه ایران این چوب رو بردن که صرف مخاطب با یک موضوع بدون فکر کردن به جایگزینش چه فاجعه این میشد که خب حالا جایگزین نظام سلطنتی که قراره بره نظام ولایت فقیه قراره بیاد. کسی انقلاب میکرد تو این مملکت؟ ثبت میکردن تا این راه حل دموکراتیک پیدا کنن. هدف رهایی از استبداده. کسی با آقای محمد رضا پهلوی ها ابا و عمام است که از این حکومت بدش نمیاد، چون نظام سرکوبگره و استبدادیه بدمون میاد. بنابراین اگر قراره در راه سرنگونی یک نظام استبدادی هزینه بدن، مردم قربانی بدن، جان بدن، زندان برن، مال و آبرو و حیثیت وسط بذارن، تنها چیزی که ارزش این فداکاری رو داره آزادیه و لا غیر. خودفروخته هایی که میخوان استبداد جدید رو رنگ کنن، غالب کنن، ازش میترسن و به انواع روایت ها و زبان ها و کلمات مختلف دارن اینجوری القا میکنن که نه نیان یه وقت راجع به استبداد و شرایط استبداد حرف بزنین، نکنه یه وقتی بیاین راجع به این که نظام سلطنتی منسوخ ما قبل تاریخ مطلق است، اقتدارگرایان، راجع به اینا نکنه یه وقت حرف بزنین. اگر کسی صحبت کرد پس از خودشونه، ما اصلا راجع به بعدش اصلا حرف نمیزنیم، ما فقط این بره به قول اوشون هر فلانی که میخواد جاش بیاد. اون هر فلانی که دنبالش میگردید ارزونی خودتون،
اون هر فلانی رو که دارید نسخه میپیچید به سر خودتون بگیرید. ما نمیخوایم اون هر فلان جایگزین رو. ما میخوایم حکومت استبدادی برود و حکومتی بیاد که در مسیر دموکراسی قرار بگیره. استبداد رو با یک استبداد دیگه جایگزین نمی کنیم. هر شیادی، هر خود فروخته، هر بی سوادی هم که دوست داره بیاد خودش رو این وسط پاره کنه یا به هر کسی هر تهمتی، هر اتهامی، هر چی دوست داره بگه. این اتفاقیه که نمیفته و این تنها تیکه خوب این سال لعنتی 404 بود. یکی دو بار دیگه من گفتم، من این جمله آخرم هم بگم، وقت سالی که توش اتفاق افتاد، جنگ اتفاق افتاد، مملکت داغون شد، بسیاری اسرائیل، این سال کثافت یک تسکین احتمالی توش داره و اون اینه که با رسوردارایی که خودشون رو اپوزیسیون معرفی میکنن و نون در میارن، شاید امکان ظهور یک اپوزیسیون دموکراتیک واقعی فراهم شده باشه. شاید اگر این اتفاق بیفته، این یه گوشه ای از درد و رنج این سال کثافت رو شاید کم کنه. وگرنه این آبروریزیه اتفاق افتاده دیگه. این کرخر کار کرده رو نمیشه غالب کرد دیگه. کسی مشتری این نظام قرون وسطایی منسوخ استبدادی کسی نیست. مشتری زیاد داره. یوتیوب میتونید پول بگیرید از سلطنت خوارهای خارج از کشور. کاسبیه، نوش جونتون، برید نونتون رو در بیارید. چه شغل دیگه ای داره این دوستمون؟ چی کار میتونه بکنه؟ چی بلده؟ چی خونده؟ چی کاره است؟ این چی کاره است غیر از یه نه یوتیوبر؟ ویشتاز جان تفکر نقاد خصوصی کلاس میذاره. نه نگید اینو، آفرین. خواهش میکنم. این تفکر نقاد کاسب سخنرانی، برای همینم رکوردهای حرف زدن رو دنبالشه که بشکنه. ولی نکته چیه؟ از داخل ایران نمیشه شاگرد بگیره، نمیشه پول براش واریز کرد. خارج ایران، اون خارجی هایی که فارسی بلدن، اونا نه میتونن و داخل غالبا نه هم اونا داخل سلطنت ایرانم طلبن. نه داخل ایرانم خیز برداشته بودن که تفکر نقاد درس بدن. فکر کردن 16 شون میاد، خیز برداشته بودن واسه اون. آره کاسبی و دکان یوتیوب نیاز به مشتری داره. مشتری دست به نقدم فعلا سلطنت خارن که پول کشکی دارن تو چا بریزن. نوش جونتون، کاسبیتون رو بکنین، دکون زدین در بیارین، به من چه؟ مفت چنگتون. ولی فکر نکنید این بنجل فروشی و این دروغ گفتناتون تاثیرگذاره یا چیزی رو تغییر میده یا جدیه یا کسی گوش میکنه یا قراره اینجا کسی بیاد بگه آها پس اینجوری بود که ایشون گفت. این اتفاقا نمیفته. فضا رو واقعی تر ببین، به فکر بازاریابیت باش. چه میدونم، ژوراسیک و ژوریستیک و ژوریک و نمیدونم اینا تو اضافه کن، قشنگتر کن، کاسبی تو بهتر کن، دکون تو دو نبش کن، به فکر کاسبی خودت باش. از زندگی ما هم خودتو بکش بیرون. نکبت. متی هستی؟ این متی بله. ببخشید معذرت میخوام، یکم اینترنت من نمیدونم مشکل داشت، صدای ویشتاس بد بود، یه ذره قطع میشد. معذرت میخوام. سلام به همه. ببین ویشتاس عزیز، آقای کی عزیز، علی و خودت کاوه جان، اصل مطلب رو گفتین دیگه، به تفصیل توضیح دادین که مشکل این کشور استبداده، نه فقط حکومت جمهوری اسلامی. لزوما هم اگه من هر چی بگم که جمهوری اسلامی خوشش بیاد، این دلیل نمیشه که من دارم کار اشتباهی میکنم. من ممکنه بگم انرژی هم کم مصرف کنید، آبم کم مصرف کنید، جمهوری اسلامی خوشش بیاد. چیکار کنم؟ نگم از فردا؟ ببین من اصلا واسه یه نکته دیگه اومدم، دوستان توضیحات کامل دادن در این مورد. الان گیر داد به آقای زیدآبادی. من دیدم بعضی وقتا به کسانی که داخل کشورن
این انگو میچسبونن که شما که نه با اصل جمهوری اسلامی اشکالی وارد نمیکنین، شما نمیدونم به پهلوی میپردازین، به اپوزیسیون میپردازین، ولی به خود جمهوری اسلامی یه دوتا میزنین بعد دیگه ول میکنین، الکی یکی به نل یکی به میخ میکنین. آقا اینا داخل کشورن، اینا با هویت واقعیشون، مثلا آقای زیدآبادی، احمد زیدآبادی با هویت واقعیش داخل کشور داره زندگی میکنه. منم الان یکی جلومو تو خیابون بگیره بگه عقیدت چیه، جرئت نمیکنم که بگم منم براندازم، که مجبورم بگم منم اصلاح طلبم. شماها نکنه جرئت میکردین زمانی که تو ایران بودین، شما اگه تو ایران بودین یکی جلوتون رو میگرفت میگفت نظرت راجع به نظام چیه، من فکر کنم همونجا واسه خامنه‌ای اشکم میریختین احتمالاً، من اینجوری فکر آقای میکنم. ولی متی اگه میخوای اینقدر من یه پیشنهادی بکنم؟ آقای جانم متی، من میخوام یه گلریزی کنم تنهایی، یعنی فقط خودم. آقای بریا امیری، من برای شما بیزینس کلاس میگیرم یه سره، یعنی توقف تو ترکیه و اینا هم نداشته باشی، یه سره از لندن بلند شو برو بیزینس کلاس خود من پرداخت میکنم. نظر چی آقای بریا امیری؟ نه کاوه میری؟ جان، نه کاوه جانشو به خطر ننداز. نه آقا، هر کس که خیلی ادعا میکنه لطفاً یه ماشین، یه تایر ماشین بخره بذاره تو ایران، بعد ببینم شما به خاطر همون تایر ماشین طرفدار جمهوری اسلامی نمیشین از ترس مصادرهش، که در مورد جان آدم ها اینقدر راحت صحبت میکنین. انتظار دارین یارو داخل ایرانه با هویت واقعیش زندگی میکنه هر چیزی بگی که شماها با هویت مجازیتون خارج از کشور میگین؟ اینجوری انتظار دارین از طرف؟ یه تایر آدم، خیلی هاتون یه خونه پدری ارث بهتون قراره برسه تو ایران یا رسیده، از ترس اینکه مصادرش کنه غلاف کردید. آقا اینقدر ایراد به بچهای، به کسانی که داخل کشورن ایراد نگیرین. خیلی ها ته دلشون براندازن ولی نمیتونن این رو بگن، از حرفاشون این مشخصه ولی نمیتونن اعلام موضع کنن. اگه یکی ازش موضع بپرسه مجبور بگه من اصلاح طلبم، مجبور بگه من با اصل نظام مشکلی ندارم، چون اگه بگه با اصل نظام مشکلی دارم عاقبتش تناب داره، همتون اینو میدونین. حتما باید بدین اینا رو لای کار. حالا زیدآبادی هیچ وقت صدای امثال تو رو که نمیشنوه، امثال تو رو آدم حساب نمیکنه، ولی کسان دیگه هستن که جوانترن، بی تجربه ترن، ممکنه تحریک بشن. ببخشید کاوه جان، مرسی به من وقت دادین بچه. فلانی فقط نمیترسه، اصلا بحث ترس نیست، شرط عقل دوست عزیز. توی یه کشوری هستی که یه خطای کوچولو بکنی سرت بالا داره. آقا شما نمیتونی به بچه‌ای که تو ایرانن گله بکنی، فارغ از اسمی که داره. اینقدر هندونه زیر بغل طرف نذارید شجاعی، آی تو فلانی. این کاملا شخصیه. یه نفر با توجه به وضعیتی که داره میتونه هر لحظه بخواد جون خودش رو نجات بده، به هیچ کس دیگه ای هم ربطی نداره. آقا اینو بفهمین دیگه. عجب داستانیه. انگار همه باید اسلحه دستشون بگیرن، یا به قول آقای دلنگ کمری برای کمرشون باشه، هر کی بهشون مثلا گفت آی فلان کمریه در رو بزنه. نیست اینطوری آقا جون. عجیب داستانیه ها. میگن آقا تو نباید بترسی، تو خوبی، تو شجاعی. آقا این حرفا کدومه؟ مفهوم شجاعت هم نمیفهمید آخه. کجا استفاده کنی؟ عجیبه واقعا. هومن ببخشید بفرم. سلام عزیزم، سلام به همه دوستان. هومن اون الان تبدیل شده به رادیو. کمپ معنی سلطنت نیست. اون کمپ لزوما به این معنی نیست، میتونی قسمتش هم حتی نقد کنی. برای اینا پهلوی شده یک، یعنی چجوری بگم، نماد شکست تاریخی. کودتا و سلطنت و ساواک و مرکزگرایی و تحقیر چپ و برای این قضیه هویتیه براشون. اینه براشون. بگذاریم که اونور هم رفتارهای غلط صورت میگیره ها، حتما رفتارهای غلط صورت میگیره و کارهای تحریک آمیز غلط که باید اینا نقد بشه، ولی نیاز به یک ظرفیتی داره. اما اینکه تعداد زیادی از این آدم کی نقد میکنی؟ چه الان یه سال داری اینو میگی، کی میخوای نقد کنی اونا رو؟ نقد هایی هم داری؟ کی نقد کردی؟ یه اتاق بذار نقد کن، روشش و رهبریش و نوع نگاهش و دفترچش و یه کاری بکن، یه نقدی بکن. باید هم نقد شه همین.
آقا یه سال داره همینو میگه، یه سال میگه باید نقدم بشه. خیلی خوب، بکن. کو یه اتاق تو کلاب هاست، یه تو یوتیوب داری که نقد رضا پهلوی کرده باشی؟ درباره 18 و 19 دی صحبت کردی که رضا پهلوی چرا این تصمیم رو گرفت؟ درباره سفرش به اسرائیل و همین اتفاق اخیری که خودش گفته آقا من رفتم اینا رو همراه کردم که به جنگ رو شروع کنن، نقدی داری؟ که این کارا رو کردی؟ این ایراده هم که بهت میگیریم، میگی اینا حسودن، اینا حسودن یا با ما مشکل دارن، یا وصلمون میکنی به جمهوری اسلامی مثل قبلا که کردی. کار دیگه ای هم کردی؟ آقا یه کامنت هم کامنت بذارم، زیاد. ببخشید اون تو کامنت. این مدت اومدن و چیز. یه قطع میشه علی جان، بگو حتما، بفرم. مرسی ببخشید. ببین این حرف رو خیلی ها میزنن، میگن آقا ما برای ایام گذار اومدیم اعتماد کردیم به آقای پهلوی ولی ما جمهوری خواهیم. این یا از روی نادانستنه یا اینکه تعمدن این کسی که میداند داره دروغ میگه. از این دو حالت واقعا حالت دیگه نیست دیگه، یا نمیدونه داره چی میگه یا میدانه و داره دروغ میگه. نه اینجا رو جمهوری دروغ میگه علی. آره ببین جمهوری خواه نمیتونه پادشاهی خواه باشه. آقا دو تا دیدگاهه که بنیان متفاوت داره، یعنی تضادشون تو منشأ قدرته. یکی منشأ قدرت سیاسی رو از آن مردم میدونه، یکی دیگه منشأ قدرت سیاسی رو نسب میدونه. این متفاوت از همدیگه است. وقتی یه مدلی شما درست کردین، میگی تو مدل ما پادشاه فقط برای ایام گذاره، خب همینجا تو مدل شما دارید قدرت رو در اختیار یک نفر قرار میدید. این برخلاف اصول جمهوری خواهیه. من نمیتونم بگم من جمهوری خواهم ولی بیام بر اساس اصولش چیز کنم، رفتار کنم. برخلاف اصولش من نمیتونم رفتار کنم. جمهوری خواه باور داره قدرت باید از طریق یک سیستمی پخش بشه تا به راحتی قابل انتقال باشه. ولی پادشاهی خواه این باور رو نداره، سلطنت طلب این باور رو نداره. شما از همین امروز، شما این عزیزی که اسم خودت رو به هر دلیلی گذاشتی جمهوری خواه ولی حامی پادشاهی، شما یا نمیدانی جمهوری خواهی چیه یا اگر میدانی دوست ندارم ارزش گذاری کنم. این کار شیادیه، نکنید این کار. اصلا جمهوری خواهی یک محتوایی داره. آقا محتوای جمهوری خواهی یعنی که تفکیک قوا. شما دفترچه نوشته آقای پهلوی، تو دفترچش علنا اعلام کرده ایشون تمام قوا زیر مجموعه ایشونه، رؤسای قوا رو ایشون میخواد معرفی بکنه. جمهوری خواهی یک محتوایی داره، اونم برابری این افراده. شما یک محتوایی دارید اونور، پادشاهی موروثیه، این بر خلاف برابریه. پس این ادعای کودکانه نکنید لطفا. اینو شیره نمالید سر مردم. آقا صریح باشید، بیاد بگید آقا من پادشاهی خواهم. چرا دوست دارین؟ ببین یک آبروی جمهوری خواهی داره انگار که اینا میخوان از اون آبرو استفاده کنن، ولی در کنارش هم حالا به هر دلیلی یا ناآگاهی یا آگاهانه یه منافعی هم انگار اونور وجود داره، میخوان از اون منافع هم منتفع باشن. ولی نکنید این کارو. اینا با هم فرق دارن. آقای رضا پهلوی اعلام کرده تو دفترچش، تو شفاهی و مصاحباش که هر روز حرفاش متناقضه. این یه دفترچه‌ای داره، ما به اون که میتونیم رجوع کنیم. دفترچه استبداد مطلقه. پس اینقدر نیاید بگید ما جمهوری خواهیم نمیدونم برای ایام گذار. اگر کسی میفهمه جمهوری خواهی یعنی چی، نمیتونه برای ایام گذار هم قدرت رو یک جا متمرکز کنه، چون برخلاف اصول جمهوری خواهیه. قدرت باید توی دیسنترالایز باشه، باید پخش باشه، نباید متمرکز بشه. مرسی کاوش.
کردن همه رو اینا تو طرفدار سلطنت بدونن و طرفدار پهلوی بدونن و حالا اون برچسب‌های مختلفی هم که بهشون میزنن بگن این اشتباهه. من تو برنامه قبلم گفتم خیلی از همین آدمایی که حداقل تو شهری که من هستم، من دارم دوباره تکرار میکنم، خیلی از این آدما تو اون زمانی که برنامه بحث زن زندگی آزادی بود توی فراخوان‌های حامد اسماعیلیون بیرون بودن، تو اون قسمت بودن. بله. همون دخترها و همون پسرایی که بودن، همون خانمایی بودن که موهاشون رو میبریدن، همون بچه‌هایی که اون زمان اومده بودن میرفتن با به حساب اون بحث توماچ پیش اومده بود و به اضافه نمیدونم کفالت گرفتن از این نماینده‌های مجلس و اینا بود، همون آدما داشتن میرفتن تو مجلس‌های حالا به کشورهای خودشون که نمیدونم برن. شما اون وقت با توماس چه کار کردید؟ اینم بگو. اینا رو چرا نمیگید؟ چرا نمیگید به افراد برجسته‌ای که در همون جنبش بودن شما چه بلایی سرشون آوردید؟ اینا رو چرا نمیگید؟ اینا رو میکنه زیر فرش. مردم که اونا رو دیدن. خودتون رو بس نکنید به اون جنبش. اون جنبش هیچ ربطی به شماها نداشت. مردمی هم که تو همون جنبش شرکت کردن و بازم اومدن بیرون روبروی جمهوری اسلامی وایسادن استبداد. وصل نکنید این آدم‌ها رو به خودتون. به شما هیچ ربطی ندارن، همونطوری که انقدر ربط نداشت که ولی نعمت خودتون ربط پاک کرد شعار زن زندگی آزادی رو و چه خوب کاری هم کرد، چون از اول هم بهشون تعلقی نداشت. با این نماینده صحبت کنن که مثلا وکیل سیاسی فلان فرد رو بگیرن که بخواد از اون مشکلش حالا تا حدی حل بشه به عنوان مثال. حالا اون جوی که راه افتاد، حالا الان همونا دقیقاً تو این کمپین هستن. خب چی باید بگیم به اینا چیه؟ میگم آیدنتیتی پالیتیکس در هر دو طرف داره صدمه میزنه. یکی از دوستان نوشته اگر شما حرفتون اتحاده، اوباش سلطنت طلب رو حالی کنید که نباید غیر از شعار آزادی چیزی دیگه‌ای داشته باشن تا اون طرف افغانی که میگید و ما اعتراض میکنیم. خلاصه حالا هر چی منظورشون اینه میشیم منافق. ببینید مرحله اول، اگر شما، من حرفتون درسته، منم الان میگم اتفاقا پاسخ دارم براش، ولی نکته اول، آیا انقدر صداقت دارید که کسانی رو که خودشون سلطنت طلب نمیدونند بگید اسم پادشاهی خواه روشون بذارید، یا بگید طرفداران کمپ پهلوی؟ چون همش آره داریم، ولی تو سلطنت طلبی لعنتی این قضیه هیچ ربطی به تو نداره. بری یا میری پرچم داره خودخوانده، تو پادشاهی خواهی دوست عزیز، تو جرأت کن روی استیج قرار بگی تو من اوییدنس ها رو بذارم جلو صورتت. تو پادشاهی خواهی قربان، به تو نمیدسته. هاشون که پادشاهی خواه نیستن. پادشاهی خواهاش هم نمیگن ما سلطنت طلب، میگن پادشاهی خواهیم. چرا اسمشون رو عوض میکنید؟ این چه اصراریه که نمیفهمم. مونارکی، سلطنت طلبی، پادشاهی خواهی، آقا اینا فرقی دارن با هم؟ اینا چرا فرق میذارن؟ این یعنی چی؟ من نمیفهمم. آقا همتون دنبال مونارکید دیگه. عجیبه ها. اون وقت نه اعتراض میکنه. خرابه، برو بیرون کسی که تا برگرد. 30 بیشتاست ثانیه پیش به هر کسی که میگفت من شاه صدات نمیخوام میگه مشکل داره. چپی. بیشتاست یه کاری بکن، برو بیرون برگرد ببینیم چجوری میشه وضعیت. خب بیشتر صحبت کن. هست صدام الان؟ بذار یه دور اگه هست که خب اینو میخواستم بگم. ببین کی داره این حرف رو میزنه و از صداقت در نامگذاری داره حرف میزنه؟ کسی که تا 30 ثانیه پیش به هر کسی که میگه آقا من شاه نمیخوام میگه پس تو چپی. این داره میگه چرا به سلطنت طلبه، خودش میگه من پادشاهی خواهم، چرا به این داره اعتراض میکنه؟ اون وقت به من مثلا میگه تو چپی. به هر کی شاه نمیخواد میشه چپ، ولی این که تو به سلطنت طلب پادشاهی خواه چون خودش رو صدا میکنه تو بگی ای بی تربیت. آخه اعتراضم ببین، عقل گوینده خیلی چیزا رو تعیین میکنه. اینجا هم دقیقا معلوم میشه دیگه که
کی داره آخه این فرمایشات عجیبو میکنه؟ انتظار بیشتری هم نباید داشت واقعا. این بیچاره فلک زده یه خنگی داره به نام پایین میکروفون، بعد چیزی لا کار داده این بیچاره رو، بهش میگه ببین من دارم میگم سلطنت طلبا، میگه من که انکار نمیکنم. آخه لعنتی پای میکروفونت از لای زبونت کشید بیرون، دوباره پخش کنم بشنو، دوباره لعنتی بشنو موضع گیری بشنو کردن لعنتی. اینجا تو شدی سلطنت طلب. بله. ببین من اصرار میکنم سلطنت طلب، نمیگم مثلا پادشاهی خواهیم. اصرار میکنه، ببین داره اصرار میکنه سلطنت طلب. انقدر تو بدبختی، گوش کن داره بهت میگه. من یک مقاله اینجا تو شدی سلطنت طلب. بله. ببین من اصرار میکنم سلطنت طلب، نمیگم مثلا پادشاهی خواهیم. حالا من این که انکار نمیکنم، من بین پادشاه میگه انکار نمیکنم، من به تو چی بگم در مسیر حقیقت؟ لعنتی بهت داره میگه من نمیگم پادشاهی خواه، دارم میگم سلطنت طلب. فیلسوف خودخوانده چی میگه؟ من که انکار نمیکنم. بابا یه خود خجالت بکش. بعد میگه سروانو عوض کردم، سروانو تختی کردم. عجیبه واقعا. آدم ها رو عوض کنید که تحقیرشون کنید. این نکته اول. نکته دوم که میگید بگید، مگه من نگفتم؟ بفرمایید ببینید، مگه در مورد نامه پویا بختیاری سخنان من نشنیدید؟ مگه در مورد رفتاری بدبختیه آقا. الان ویشتاس راسته، خب من بهش بگم راست، تو جزو نهله راستی تحقیرش کردم. یارو داره میگه جاوید شاه، من بهش بگم سلطنت طلب تحقیرش کردم. خب تو داری میگی جاوید شاه. عجب داستانی داریم ما. یارو داره میگه جاوید شاه، من بهش میگم سلطنت طلب، میگه چرا تحقیرش میکنید؟ چرا تحقیرش میکنید؟ کیو تحقیر کردیم؟ خودش داره میگه جاوید شاه، چه کنم؟ داستان غریبیه ها. خب اون عقلش نمیرسه، تو باید رعایت کنی، اون بیشوره، تو چرا به روش میاری؟ تو صداش کن بگو ای مبارز آزادی خواه دلاور. حالا اون میگه من سلطنت طلبم، من فاشیستم، من میخوام همه تون رو چوب تو آستینتون کنم. اون که نمیفهمه، تو رعایتشو بکن. تو بهش بگو ای دموکراسی خواه برجسته، ای آزادی بخش باقلوا، ای مهربان، ای چشمابی، ای خوشبو. تو باید اینجوری بگی. چرا تحقیرش میکنی؟ بهش میگی سلطنت طلب. ببین خودش قبول داره که سلطنت طلبی باعث تحقیره. اینو میفهمه ها، میفهمه سلطنت طلبی باعث تحقیر شدن یه نفر میشه. بعد ایراد نمیگیره به کسی که این موضع رو میگیره، به کسی که خب صداش آقای میکنه ویشتاس، میگه شما که نگو. انقدر خوب بلدی، حالا که انقدر خوب بلدی یه دونه صدا پخش میکنم، من به این چی بگم؟ نگم سلطنت طلب؟ گوش کن. جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید جاوید. اگر کسی صحبت از دموکراسی کرد فقط جاوید شاه. اگر کسی صحبت از دموکراسی کرد فقط جاوید شاه. جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید 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 جاوید. اگر کسی صحبت از الان من به دموکراسی شاهین کرد نجفی نگم آقا، من به شاهین نجفی اینو نگم چه کار کنم؟ شاهین نجفی میگه آقا هر کی هر چی گفت تو بگو جاوید شاه، من چه کنم؟ بلبل آزادی خان خوش صدا، بهش بگو ای کلاغ سفید خوشبختی. اینجوری باید صداشون کنی. اینا دلشون کوچیکه مثل بر مغزشون، بام ما زود بنشین میشکنه. مثلا. آره میگم دلشون مثل مغزشون کوچیکه، زود کوچیکه میشکنه. زود میشین. آره
میگم از غیر از میفهمه که منه، سلطنت فهمیدم. طلبی، آره میفهمه اون سلطنت طلبی باعث تحقیره، نمیگه اعلام نکنین، میگه صدامون نکنین. خیلی خوبه. یارو دزده، میگه به من نگین دزد، دزد زشته. نمیفهمه تو نباید بری دزدی، نه که کسی اسم تو صدا نکنه. میگه دزد زشته به من میگین دزد. خب سلطنت طلبی باعث حقارته. آره نباش تا بهت نگن، نه اینکه تو سلطنت طلب باشی بعد درخواست کنی که به من نگین چون تحقیر میشم. آقا این جاویدشا مال امسال و 50 سال پیش نیستا، چند قرن سلطنت داره با فریاد میزنن جاوید شاهشون. فقط هم مال ایران نیست. سلطنت طلب میگه جاوید شاه برادر من. خب نگید. اگر کسی صحبت از دموکراسی کرد فقط جاوید شاه. جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید کردیم اینا مثل ولایی که پررو فردا میگن کلاغا هم گفتن، کلاغا هم دارن میگن جاوید شاه. اینا انقدر پرروان اینا دیگه خیلی خوبن. که ساواک کردن تو خیابون سخنان من نشنیدید؟ مگه بعد از به ثمر رسیدن این، میگم به ثمر رسیدن بعد از پایان جنگ و این قرارداد ننگینی که داره بسته میشه بین جمهوری اسلامی و آمریکا، سخنان منو نشنیدید و اعتراضهای من رو به اتحاد با نتانیاهو و اون رفتارهای غلط ندیدید؟ خب مثلا انتخاب، پس من که حرفامو میزنم شما نمیشنوید، شما نمیخواهید بشنوید. دوست عزیز، الان الان جواب داد به این بابا. یادتونه که سوالش چی بود؟ الان جواب داد به مخالفه. پاسخش این بود. الان کابه من نفهمیدم ایشون انتقاد داره به اتحاد پهلوی با نتانیاهو. آقا این دیگه ستون خیمه پهلویچیا این اتحادشون با نتانیاهو دیگه. اصلا به جز این که اینا آویزان اسرائیلن مگه چیز دیگه ای دارن؟ تمام برنامه اینا آویزون بودن از اسرائیله. اگر کسی به این ستون این جریان سیاسی نقد داره، چی رو پس داری حمایت میکنی؟ مثلا با این نمیفهمم ایشون پس به چه حمایتی داره پهلوی میکنه؟ نقد داره به این که آقا استراتژی اینا اینه که اونا بیان بزنن حکومت فروپاشی بشه، اینا بشینن سر جاش. یعنی اینی که آدم خارجی باشن اوکیه براشون. اونم کی؟ جنایتکارترین آدمی که الان رو کره زمین زندگی میکنه، نتانیاهو. ایشون به این نقد داره. پس وقتی با این شما مشکل داری، یعنی به صورت بنیادین با این جریان سیاسی شما تضاد داری. پس حمایتت از چیه ایناست؟ آقا نه نقد البته اینم بهت بگم علی جان، آقای بهرنگ توی اتاق پابلیک میگه وریا نظرش عوض شده. علی جان نمیدونم شنیدی اون صدا رو دیگه. آقای بهرنگ، آقای وریا امیری برو از بهرنگ بپرس چرا از اتاق خصوصی مطلب آورده بیرون، به ما ربطی نداره. ایشون میگه آقا ایشون در یک اتاق خصوصی من گفت نظرم درباره اسرائیل داره عوض میشه. یعنی اونجا هم دیگه بیخیال شو علی جان، اونجا هم نیست دیگه. آقای بهرنگ فرمود. خب پس اگر نیستش، پس الان چرا میگه نقد دارم؟ ایشون میگه من نقد دارم به اتحاد پهلویچیا با نتانیاهو. اگر نقد نداری، اگر در خلوت حرف دیگر میزنی، خب آقا در جلوت هم حرف دیگه، چرا تغییر میدی حرفاتو؟ آقا اگر تو خصوصی با رفقات کنار هم دیگه حرف دیگه ای میزنی، اگر دیگه اوکی با اسرائیل، اوکی با نتانیاهو، خب بیا تو پابلیک هم بگو آقا حالا خانم قلیان هم گفته، خانم سپیده قلیان اومده یه حرفایی زده شبیه همینم هست، داره میگه آقا من یه ایراداتی که میگرفتم حقوق بشری بود، مارکسیست بودم، بعد مارکس خوندم فهمیدم مارکسیست نیستم.
حرفای بسیار هم پرمغزی میزنن ایشون. اگر ایشون هم شبیه اوشونه خب بیاد بگه آقا من اشتباه کردم از حمایتی که از فلسطین میکردم، اشتباه کردم نقد میکردم نتانیاهو و اسرائیل و اون اصلا نسل هم نکردن، الان هم تنها راه اتحاد با نتانیاهوه. ببین یکیش خالی بندیه دیگه، یا اونی که تو خصوصی گفته دروغه یا اینی که تو پابلیک داره میگه دروغه دیگه. من فکر میکنم موازش رو یکی بکنه که خودش هم به مشکل نخوره. جا که این برنامه ما رو هم گوش میکنه و هی فقط میگه دروغ میگن. آقا من دروغ نمیگم، من صداشم برات پخش میکنم دوست عزیز. در نبرد با که باید همه قبول میکردن. نمیدونم چیزی دقیق نمیدونم ولی رأی 100% قبول بکنن تا اجرایی بشه. 100% میشنوی این اسمش سپهر لورل هاردیه. همه کشورها. خودش میگه من پادشاهی خان نیستم. نگو دوست داشته باشه یا نه. تمسخر نکردیم، ما دروغش رو آوردیم جلو چشش. تمسخر نمیکنیم اینجا، میگیم چرا دروغ میگی. اتفاقا سوپر جدی هم هستیم قربان. آی مری امیری چرا دروغ میگی به مردم؟ تمسخر چی؟ نه تحقیرش داریم میکنیم، داریم بهش میگیم سلطنت طلبه، داریم تحقیرش میکنیم، نه مسخرش نمیکنیم. این خنده خودش گفت نداره، من سلطنت اشک طلبم داره. انکار نمیکنم. به ما چه؟ آره این تحقیره نه تمسخر. و مثلا میگم یکی همون چیزایی که بود در مورد مثلا همون عمام پرانی بود که مثلا وریا گفت آقا این یک امر مشروع است. که گذاشتیم و پخش کردیم، دیدید که دقیقا برعکس داره میگه. تو اون اتاق اصلا ویشتاس نبود، وحری امیری مخالف بود. حالا که این اتاقش هم گذاشتیم بگذاریم، داره دروغ میگه این شازده. اصلا ویشتاس تو اون اتاق نبود. حالا این که من نبودم اتاقش هم گذاشتی، ولی فراموش نکنیم 2 ژورنالیست مستقل داره این فضا، یکی هیومن کوئسشنره، یکی این دوستمون. این 2 ژورنالیست های مستقل باعث اعتبار فضای کلاب هاوس فارسی هست. چرا تمسخرش میکنی؟ اصلا هم دلغک نیستم. بله